درود خداوند بر کل بیننده‌های کانال ام خوجه. دوستان عزیزی ما خیلی جا و مکان ما خودتان فهمیدید کجا هست، نزد دهخانی اصیل بوی عبدالغفور که همیشه موسمی بعد از دهخانی‌هاشون در خدمت مردم هستند. واقعا یک کار آسان نیست که شب و روز در همین نزد کانال برای مردم خربوزه و تربوزی تازه به گفتی روسا سویجر میبیارن. من یک نوع خربوزه رو آوردگی هستن که به متروفکا مانند، نامش نام محلیش ترپنزیا، شکلش زرد و دراز رویه، یا خیلی سال گرد رویه. روسیگه شکل درونش یا که زرد است یا که سفیدی شیرین است. دوستان کسانی که خربوزی شیرین خور باشد توصیه میتونم برای شما نزد بابای عبدالغفور که جو مکانشون نزد بازاری یکم چسکه در روپروچ خیلی که دیدی سودید بازاری یکم است اینجا. اینکه جمعه بازار هر روز جمعه فقط بازار میشه، دیگر روزها و دیگر منطقه بازار است. خلاصی کلام محتوای گپ و کار همین خربوزی ترپنزی آمدگی است. بابای عبدالغفور در خدمت من شما، قسم کار شما برکه مرحمت. تربوز و خربوزها موسم توی تماشا لیم شود، همیشه توی تماشا. واقعا یک خربوز میخرید یک معرکه را در این روی معرکتون بود میشد. خربوزها چقدر که خودتون میدونید متروفکا حاضر بودن نمیدونم یا خامشون میکنن یا که چخیل رنگاشون سبزی بولش کمتر شیرین تگش بعد خودتون میدونید. لیکن ترپنز آوردگی هستن من رنگش زرد، اینه که هر چقدر که خربوزه زرد باشه با خودتون بهتر و خوبتر میدونید شیرین میبیاید. اما بابای عبدالغفور مثل همیشگی خربوزه را با یک اصول خاصی خود خربوزه را پاره میکنن تا اینکه یگان کسی که میآید در اینجا از همین خربوزه ترپنزه تناول کند. نگاه کنید دیواری خربوزه ترپنزه گفتم رنگش یا سفید میبیاد یا زرد غفص پهمی شیرین میبیاد. من خدا خواهد حاضر نشه مزهش اکام میچشن اگر واقعا نه مزه لحظه چی برای ما میگوین. اکو چخه سریاز نه بهترین نه کنکریت نگوید. ما اینجا مردم بیشتر نامتون چیزه اقبالکا من کسی اقبالکا رو شناسد دیگه اینجا مهمان بودن واقعا چشیدن گویم بهاش گزارش کردن گفتن که خیلی نوعش خوب و مزهش بهترین است. خیلی گپی ما احد درست شد. بیاید همینجا 24 ساعت بابای عبدالغفور در خدمت من و شما توی معرکه می نمیدونم دیگر چیزها می بیاید همینجا برای خدا خواهد ضرر نمیکنید. مهمانای دور و نزدیک خدا خواهد خفه نمیکنن. نرخو از 30 بالا باید چون موسم پزش انمی خربوزی ترپنز آخر تابستان سری تیرما هست. سوشن خربوزه خدا خواهد اینه سال میموندگی در همین حدود منطقه یکم همین اخیده زرفشان ما خودم همین چیزه میکورم نشون میده همین حقیقت همین میشه یا نمیشه برای این چگون علاقه این در تجربه گذشتگی این تجربه خدا خواهد سال آینده تجربه میکنم. امیدوار هستم که حاصل خوب به دست آورم. بابای عبدالغفور خربوزه ترپنزه را خدا خواهد در اینجا پرورش میکنن در بری خربوزه چمپیون چون تا 20 کیلو میشه این خربوزه. فهمیده؟ تا 20 کیلو من خودم تجربه کردم. در خربوزه چمپیون ما شنیدم اینسو من پروسو نشون ندادم مخفی بود. یعنی 2026 ما از چمپیون دست کشیده به این میگذارم. که چمپیون هم سر نته چون و تور نویده شه اما خاطر خدا یار و مددگار دوستا معقول باشد بیاید دوستا بیاید. بهترین شیرین از شیرینیش نمر یک این خربوزه انشاءالله. من نه چشیدم حاضر خدا خواهد میچشم به زکولیس می گویم در کامنتر می نویسم مزه حقیقی شد.
ها خدا یارو من بی‌طرف یاد اومد من ایران کردم این خربزور خدا خواهد در هوای خربزور خدا خواهد در جای سلقینی مونده خورد خدا خواهد با مزه تر میشه. ها خدا یارو مددگار شما سربلند خانه آباد باشین. نوم تو چیزه کو توی چویا کو بها دادن گفتن نغزه انا 2 نفر گوش 5 انا مرحمت کنید دوستو از خربزای تر و تازه با عبد الغفور بهره ور شه باقی سربلند خانه آباد باشه.